زندگی و این خلق. سیدالله تویچیف پدر فیض‌الله تویچیف 31 ساله ادعا دارد که فرزندش را مقامات قدرتی جمهوری قزاقستان 1 سال باز بیگناه در بازداشتگاه شهر تیراز نگه می‌دارند. پدر و پسر همراه عروس خانواده سال 2024 بعد اخراج شدن فیض‌الله تویچیف از روسیه در جستجوی کار و درآمد به این شهر رفته بودند. کارم سوارشنی کار بود. من سوارکه میکنم stol در stol 182 تا کریم. بچه‌م تخته برده شلیفافکه کرده کراسکه کرده سخت کرده لاگ میداد. آنها تقریباً 5 ماه در کارگاه یک شهروند قزاقستان زحمت کشیدند ولی به گفته سیدالله تویچیف مزد کارشان را گرفته نتوانستند. بر سر 7,500 دلار آمریکایی بینشان بحث سر میزند و شهروندان تاجیکستان دیگر با آنها کار نمی کنند. سیدالله تویچیف میگوید وقتی پسر و کلینش در ازبکستان کار یافتند و آنجا رفتند، بعد چند مدت 3 کارمند مقامات تفتیشاتی قزاقستان آنها را با زور همراهشان بردند و آنگاه قضیه کشتار یک پیرزن همسایه کارفرمایشان پیدا شده است. و همین 15 روز سرغجب داشتن. بچه‌م اینجا زدگیش نه هیچ کرگیش نه دادم. بعد چیمکن بگیرون رفتم. چیمکن به یک داشتم من روم دیدم به نمیموند. ادوکات در اومده برآمد. ادوکاتم گفت زدگیش نه. بعد شوندم که بعد یک ما وای بگیرون رفت. تراز در اومده من بینم بچه‌م لباش ورم همه این چوکا 3 تا دندان نیست زده. فقط گفتم که کالات بگیر 8 سال 6 سال میتن ما 1 سال بود توی کشاورزی میگیریم تمام او شربت میتیم. بازداشت فیض‌الله تویچیف اولی اکتبر سال 2024 رخ داده است. حکم دادگاه شهر تیراز 9 ایول سال 2025 صادر گشته است. یک نسخه حکم نیز دسترس رادیو آزادی گردید و در آن گفته شده است که فیض‌الله برای کشتار زنی نفقه‌خور با نام زایا یارماتس 16 سال زندانی می شود. پدرش میگوید فرزندش با اعتراض از بی‌عدالتی دادگاه و شکنجه در بازداشتگاه بارها دست به خودکشی زده است. جناب عالی همون گیم پروکوروری تاجیکستان انی قزاق با ابرشن کراس که همینه یک همین سفسون تونو همه حق کیم کشتگی برورد نه اکسپرتیزه نه این دست میکگیم نامش نمیدونم نه اینا گویم اتکا یگان وای نیست. از بالای حکم دادگاه شهر تیراز به زینه بالای شکایت بردند. قبلا این خانواده به سفارت تاجیکستان در قزاقستان نیز مراجعت کرده است ولی به قول سیدالله تویچیف هیچ پاسخ نگرفتند. پیشتر نیز چندین شهروند تاجیکستان که در این کشور زندانی شدند با همین مضمون به رادیو آزادی مراجعت کردند و خواهان دخالت مقامات تاجیکستان به سرنوشت آنها گردیدند. قزاقستان بعد روسیه دومین کشوری است که در آن مهاجران کاری تاجیک زیادند و مشکلات بود و باش و کار و فعالیت آنها نیز بارها رسانه‌ای گردیده است. گروهی از زندانیان خواستند که برای ادای جزا به تاجیکستان انتقال داده شوند. فرزان محمدی، رادیو آزادی شهر خوجند.